خیلی مخلصم. خوبید؟ این اولین پست تو سال جدیده. انشالله یه سال خفن و پربرکت و باحال همراه با سلامتی و شادی داشته باشید. این پست رو 100% باید سیو کنید چون مطمئنم به کارت میاد. این سوالو خیلی از من پرسیده بودید که اطلاعات گوشی قبلیه رو چجوری انتقال بدیم رو گوشی جدیدمون. با شریط و زاپیا که نمیشه. شریط و زاپیا فقط گالری و اپلیکیشن ها رو میتونید همون لحظه انتقال بدید، ولی این روش هم خیلی ساده تره. اما همون تایمی که طرف مغازه‌دار تا میاد کارهای حساب کتاب گوشی بکنه، شما کل گوشی قدیمیه رو کامپلت انتقال دادید رو گوشی جدیدتون. این گوشی قبلیتونه، مثلا اسمارت سوئیچ رو نصب میکنید رو گوشی قدیمیتون، اگه نبود نصب میکنید یا آپدیتش به روز رسانی میکنید. رو گوشی جدیدتون هم که هستش، یا با کابل میتونید این کار رو انجام بدید یا بدون کابل. حالا من یه دونه کابل وصل کنم. یه کابل تایپ سی به تایپ سی وصل میکنید روی اسمارت سوئیچ، ارسال اطلاعات روی این گوشی دریافت. رفقا یه کابل تایپ سی به تایپ سی به گوشی که میزنید، ارسال اطلاعات روی این گوشی دریافت اطلاعات با اسمارت سوئیچ. اینجا انتخاب میکنید که پیام‌های چند وقت گذشته روی این گوشی، مثلا 1 ماه گذشته، 1 سال گذشته یا 6 ماه گذشته. حالا من پیام‌های 6 ماه گذشته برام کافیه. انتقال پیام‌های واتساپ، همینجوری گالری اپلیکیشن ها پیام ها و شماره ها رو انتقال میدید از روی گوشی قبلیتون. حالا سامسونگ به شیائومی یا سامسونگ به سامسونگ یا اصلا اندروید با آیفون هیچ فرقی نداره، همین مسیر. این کلیپ رو حتما سیو کن و بفرست برای رفیقت تا اون موقع تعویض گوشی بتونه اطلاعاتشو خیلی سریع انتقال بده روی گوشی جدیدش. با حال سلامت باشید.